اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضرت شما، تسلیت ایام محرم و صفر، به ویژه شهادت امام رضا علیه السلام، امام حسن مجتبی و پیامبر گرامی اسلام پیشا پیش. خب اولا همین از آخر شروع بکنم. اینکه در نگاه ما اینکه گفته میشه رحلت پیامبر، ما رو قبول نداریم. یعنی رحلت رو میگیم به این معنی که یعنی کوچ کردن از این دنیا، اما علت شهادت است. ما از اهل بیت داریم که ما منا مقتول او مسموم، از ما اهل بیت نیست یا این که با شمشیر و جرح به شهادت میرسه یا با سم. در مورد پیامبرم همینه، نو اهل سنت هم قبول دارن و حتی در مورد امام حسن وقتی نقل میکنن میگن مانند پیامبر، مدلی که پیامبر به شهادت رسید به شهادت رسید. خب اول میخوام بگم این ادبیات باید اصلاح بشه. شهادت پیامبر، این که حالا چطور بوده و اینا، توسط سمی بوده که بهشون خورانده شد. 2 جا بهشون سم خورانده شد در تاریخ، یکی در فتح خیبر که بنده این مورد رو عامل شهادتیشون نمیدونم، یعنی بعد از مدت‌ها تحقیق، چون سالها گذشت بعدش پیامبر هنوز زنده بودن. سمی که در آستانه همون زمان در واقع آخر سفر ایشون رو به شهادت رسون که خب بهشون خورانده شده. حالا چطور کجا بماند دیالا صلاح نیست خیلی راجعش بحث بشه. من قبلا در یک هیئتی سخنرانی کردم در مورد شهادت پیامبر، برید اونو گوش کنید اگر خواست. حالا میگن دیگه، میگن در صحیح ترین کتابهاشون آمده که پیامبر رو خوابوندیم، دستاشو نگه داشتیم، گفتیم مریضی باید دارو بخوری، میگفت نه از این دارو به من نخورانید. خود پیامبر، یعنی در صحیح بخاری این اومده ها دیگه صحیح. و لددنا، به زور از گوشه لب ریختیم تو دهانش. پیامبر از حال رفت، دوباره به هوش که اومد فرمود جز عموم عباس که در این ماجرای شما نقشی نداشت، خودتونم از همین دارو بخورید. قشنگ نشون میده که این دارو نبوده دیگه. یعنی شما ببخشید با یه بچه 4-5 ساله اینجوری برخورد نمیکنن. پیامبر روزه زیاد داره، اینو بدونید. روزه زیاد داره که ما شیعیان هم نمیخونیم اینا رو، متاسفم. شخص اول آفرینشو، عقل کل هستی رو نگه داری به زور دست و پاشو، یعنی خودش تشخیص نمیده. بعد اینو ببینید کجا آوردن؟ تو باب کراهت مریض از خوردن دوا. اگه یه مریضی دوست نداشت دارو بخوره، بهش به زور بخورونیم یا نه؟ میگه بله. میگه چرا؟ میگه آخه ما این کارو با پیغمبر کردیم. بعد اگه این دارو بوده، چرا پیغمبر به هوش میفرماد باشه خودتون از همین بخورید؟ جز عموم عباسی تو این ماجرای شما نقشی نداشت. چه ماجرایی بوده؟ چه ماجرایی بوده؟ اصلا ما قدیر همه چی رو برگردون دیگه. یعنی اینا فهمیدن که اقدام به قتل پیامبر صورت گرفت. قبلترش هم تو ماجرای اون عقبه که 12 نفر از صحابه شتر پیامبر رو رم دادن بنوزن ته دره. در مورد امام حسن هم 2 نقل هست، یکی 7 صفر، یکی 28 صفر. کدوم درسته خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما هر 2 روز رو بگیریم شهادت. الله به اندازه کافی امام حسن مظلوم هست. اما اونی که میگن 28 صفر به خاطر یه اشتباه در خواندن است. 7 صفر، 7 صفر، برخی میگن این سلخ صفر بوده. سلخ یعنی آخر، سلاخی میکنن که به آخر کار میرسوننش، یعنی آخر سفر بوده. اما سیره شیعیان در تمام کشورها جز ایران 7 صفر. تو ایران چه اتفاقی میفته؟ از زمان ناصرالدین شاه که تولدش 7 صفر بود، اینو جابجا کردن. گفتن حالا اون ته سفر که ما کلی چیز داریم، شهادت داریم، ها اینم میبریم میذاریم اونجا این شهادت. خب این یکی دیگه از مظلومیت‌های امام حسن. حالا از من بپرسید کدوم، هم خودم اول گفتم این
این سلخ سفر، یعنی آخر سفر مؤید همین نظری که الان ما داریم میگیریمه. اون موقع هم همین بوده. احتمالاً ناصرالدین شاه گفته برید بگردید ببینید کجا میشه چیزی پیدا که بعد فردا واسه ما شهر نشه. شاه‌ها اینجوری بودن دیگه. اما من بیشتر امروز شب میخوام راجع به آقا علی ابن موسی رضا ولی نعمت ما ایرانی ها حرف بزنیم. مقدمه رو از بنده بپذیرید. اون همین که من سفر آقا علی ابن موسی رضا به ایران رو عین سفر پیامبر به مدینه میدونم. اصلا با این سفر اسلام پوست اندازی کرد. با این سفر این سرزمین مأموریت الهی و رسالت الهی پیدا کرد که پرچمدار یگانه پرستی و یکتا پرستی و حق طلبی در جهان باشه. ما ایرانی ها که میدونید ما از قدیم الایام معروفیم به این که از ادیان الهی حمایت کنیم. اینو بدونید عامل دینداری تقریبا میشه گفت اکثریت مردم دنیا یک جوره ایرانی ها هستن. حتی بودایی شدن چینی ها. من اینو قبلا سخنرانی کردم که یک شاهزاده ایرانی بود رفت اونجا بودیسم رو برد اونجا. اون قدیم اینطور بود که کشورها برای اینکه علیه همدیگه اقدام نکنن بچه‌های پادشاه‌ها رو به عنوان سفیر میپذیرفتن. من که کاری نکنن جنگ درست نکنن. شاهزاده ایرانی به عنوان سفیر فرستاده میشه به چین و همه مردم چین رو 1 میلیارد الان 400 خورده میلیون جمعیت اونجا بخش عمده‌ایش اگر بودایی هستن یا بودن به واسطه یه ایرانی اتفاق افتاد. یا یه فرد دیگه بوده به اسم بودی دارما. این هم این آیین زن که در ادیان شرقی هستن باز توسط ایشون بوده. زمانی که یهودیت داشت نابود میشد کوروش ایرانی با مشورت انبیاء بنی اسرائیل که اون زمان زنده بودن مثل اشعیا نبی، دانیال نبی، حزقیال نبی، اینها هم عصر هخامنشیانن. خب یهودیت رو نجات میده. بعضی میگن آقا برای چی کمک کرده به یهودیان؟ میگن بابا دین خدا بود اون موقع. نه نباید میکرده. میگن بابا خدا داشته براشون پیغمبر میفرستاده. شما این کاسه داغ‌تر از آشی. خدا داشته پیغمبر میفرستاد، یعنی امید داره به هدایت. در زمان مسیحیت هم همین اتفاق افتاد. والریانوس حمله کرد بره مسیحیت رو با خاک یکسان کنه. بین راه شاپور ایرانی رفت اینو گرفتش، باش جنگید، اسیرش کرد، آورد همین دسفول، همین دژپل، گفت بیا اینجا، ازش عملگی کشید. اینم تصویر کردن رو سنگ نگاره‌ها. می‌خواست سوار اسب بشه، والریانوس امپراتور رو صدا می‌کنه گفت بشین، 4 دست با پاشو می‌ذاشت پشت این میرفت سوار اسب بشه. و امروز هم این رسالت باز هم بر عهده ایرانیانه. یعنی هم یهودیت رو نجات دادیم، هم مسیحیت رو نجات دادیم، هم اسلام رو نجات میدیم. حالا ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، میخواد خوششون نیاد. این رسالت ماست، این وعده الهیه. پیامبر زد بر شانه حضرت سلمان یا رون پای حضرت سلمان فرمود هازا و زبوه، اینو قومشن اون که کاری سره میکنن و تمام میکنن. الان هم تو دنیا نگاه بکنید، هر کی هر جا دودی داره از آتش ما ایرانی است. و اینکه این منجی اسلام باشیم، همین اهل سنت الان شما باید بزرگانشون نگاه کنید، کسی که پژوهشگر بودن مثل همین بخاری، مثل مسلم، صاحب صحیح بخاری و صحیح مسلم دیگه، اینا ایرانیان. مسلم که قبرش تو نیشابوره. منم چند وقتی که عربستان بودم داشتم با ایشون صحبت می‌کردم، جلوش حرف زدم، گفتم چی میگی تو؟ اینا همشون از ما. گفتم بخاری منا، مسلم منا، اینا همش از ما. خود تو شما چی داری؟ گفتم اینایی که از من الان دارم میگم اهل بیت. گفت شما ایرانی‌ها مثلا فلان. گفتم نه، ما ایرانی‌ها برعکس همیشه درست انتخاب کردیم. حداقل میشه گفت در اکثر مواقع درست انتخاب کردیم. اینکه دانش اگر در ثریا باشد مردمانی از این سرزمین رو زیر میکشن، این روایت دیگه هم میگه دانش هم در مورد ایمانه. میگه ایمان هم اگر در آسمان باشد اینو به زیر میکشنش، میارنش پایین. و همین مردم زمانی که آقا علی ابن موسی رضا وارد ایران میشن، خود امام رضا یک طرف، موجی که از شیعیان به بهانه امام رضا همراهیشون میره. ما حداقل 2 موج ورود شیعیان به ایران داشتیم.
قبلترش تشیع وارد ایران شده و شهرهایی از ایران عملاً شیعن، اکثریت شیعی دارن، مثل قم، مثل ری، مثل کاشون، مثل سبزوار. اما با آمدن آقا علی ابن موسی رضا، حتی مثلا وقتی امام رضا رو میارن سبزوار رد بکنن، دستگاه امنیتی مأمون به نتیجه میرسه از سبزوار نباید امام رضا بره. میگه اینا شیعن، احتمال داره اینجا قیام بشه، اتفاقی بیفته. از ششتمد میبرن، از شهریست از نزدیکی سبزوار، با فاصله میبرن. در نیشابور که شهر دوم جهان اسلام بود بعد از بغداد، یعنی دوم سوم جهان بود از بغداد، حالا تاش مثلا میگه سامرا، مثلا میگه عدد عجیب غریب 50-60 هزار نفر جمع شدن استقبال علی ابن موسی رضا که اینا عمده سنی هن. عملا میشه گفت مردم ایران اون موقع بخششون همین بودن، یعنی اگه سنی هم بودن سنی های شدید اهل بیتی بودن. بر همین در زمان صفویه فقط این کشور یه تکونی میخواد، همین آقای شاه اسماعیل با شمشیر شیعه کرده اینا نیست. همین الان ما در اردبیل که شهر شاه اسماعیل سنی داریم، انبران سنی، هشتین سنی هن. شاه اسماعیل اینجا بیخ گوش خودش کار نداشته رفته بقیه ایران شیعه کرده، این به جبر نبود. این آمدن آقا علی ابن موسی رضا یک جغرافیای جدید و یک فضای تنفس جدید برای اسلام خانش اهل بیتی آغاز کرد. مردم ایران اهل بیتی هستن. شما شعرهای سنی ما رو نگاه بکنید، سعدی سنی بوده، مولوی سنی بوده. برید در مورد همه خلفا شعر دارن. برید برای امیرالمومنین چه جوری شعر گفتن، برای بقیه چه جوری شعر گفتن، مقایسه کنید دیگه. اینجا قابل مقایسه نیست. چون مولانا وقتی میگه که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزو، من فقط دنبال انسان میگردم، نمیتونم پیداش کنم. بقیه مردم دیو و ددن. میگه کی میخوام؟ شیر خدا و رستم دستان آرزو. خب رستم دستان که افسانه ایه. رستم یلی بود در سیستان که من کردمش رستم داستان، یا منش کردمش رستم داستان، وجود نداشته. اما شیر خدا واقعی بوده. امیرالمومنین میگه به من همه جای دنیا رو چرخیدم، خب امروز میام به شما میگم فقط علی. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان، شیر حق را منزه از دغل ها. یا سعدی وقتی داره صحبت میکنه در مورد پیامبر، چی میفهم؟ شعرش چیه؟ کشفت دو جا و جمالهی و حسنت جمیع و خصاله صلوا علیه و آلهی. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یا در مورد دیگر شعرا هم میگه انقدر این ارادت پرچگال و غلیظ بوده که در مورد بقیش خیلی از شعرا میگه آخه شیعه بوده یا سنی بوده. من خیلی مهمه. خب اینا که همه مال بعد از حضور امام رضا در ایرانه. این موجب شد که به بهانه حضور امام رضایی که تصمیم خود دستگاه خلافته، پای شیعیان به ایران به صورت عمده و گسترده باز بشه. کاری که بعد از این هم اینا هر کاری کردن خواستن جمعش کنن دیگه نتونستن، خیلی ها رو کشتن، قتل عام میکردن. اینکه بعضی امامزادا توی کوه و کمر و اینجور جا دیدن فرار میکردن. خیلی ها رفتن به استانهای شمالی پناه بردن، چون شمال البرز دسترسی اینا ساده نبود. برای همین ما در مازندران آمار سادات ما فکر میکنم بعد از قم آمار دومه، حالا اول دوم مازندران به نسبت جمعیت اینا سنجیده میشه. یا اینکه مثلا میگن فرزند موسی بن جعفر، من قبلا عرض کردم همونطور که شما به سیدا میگید مثلا فرزند زهرا، حالا بعضن 3-4 تا واسطه هم داشتن با موسی بن جعفر، اما گفتن دیگه فرزند موسی بن جعفر. میگه حضرت موسی بن جعفر چقدر مثلا فرزندش کنه، نوادگانشن. من شما به امام حسین نمیگی ابن رسول الله، امام حسین فرزند بلافاصله خود پیامبره، اونو به واسطه حضرت زهرا. یه نسل رو حذف میکنید برای اینکه مشخص بدیهیه. درسته؟
امام صادق ها خودشو معرفی بفرماد انا ابن ابراهیم، من فرزند ابراهیم. معلومه 10 نفر فاصله است این بین. یا برخی از امامزاده ها رو تکه تکه کردن. مثلا امامزاده حمزه که در حرم شاه عبدالعظیم حسنی دفنن و عبدالعظیم حسنی زیارت ایشون می اومده. ایشون عین همین اسم و همین شخص و همین شجره در بهبهان هم داریم و همین بوده. در بهبهان ایشون شهید میکنن، سرشو میبرن میارن تا جایزه بگیرن. سر اینجا دفنه. اینم یه شبهه بساط، شاید سوالتون بوده این پاسخ داده بشه. یعنی دستگاه خلافت بعدم فهمید سمت قتل عام هم رفت، اما پاسخ مردم این نبود. عمیقاً ارتباط گرفته بودن. مثلا در کاشان جز اولین ساداتی است که به ایران آمدن. امامزاده در اردحال کاشان مدفونن. فرزند امام باقر علی ابن محمد. ایشون وقتی میاد در عرض چند سال چنان جامعه ایران، جامعه منطقه، اصلا همیشه کاشان جز اولین شهر است که شیعه، چنان ارتباط میگیرن حکومت به ترس میفته، میگه با چیکار کنه، میگه باید ایشون به شهادت برسونن. اون واقع اتفاق میفته، ایشون با 70-80 نفر از یارانشون قتل عام میکنه. خیلی شبیه کربلاست ماجرا و محل شهادت یک جاست، دفن یک جاست. در زمان آیت الله مرعشی نجفی من خودم فیلم ضبط کردم، فیلمش هم داریم تو مؤسسه داریم، گشتیم پیدا هم کردیم. مثلا من با 2 نفر از پیرمردایی که اون سال با آیت الله مرعشی نجفی میرن نبش قبر میکنن زنده خودم مصاحبه گرفتم. یعنی شرطم حضورم در کاشان همین بود. گفتم میای سخنرانی؟ گفتم من کاشان زیاد اومدم، شهر دیگه هم هستن. گفتم یه شرط دارم، یه گروه فیلم برداری با من همراه بکنید، ما بریم اونجا اردحال میخوام فیلم بگیرم. من شنیدم از اون 3 نفر 2 تاشون زندن. اون سال 42 بوده. آیت الله مرعشی نجفی میان اونجا، اون صفه یه جایی هست که گفتن اینجا دفنن، میشکافن و 3 تا جوون میرن اونجا که یکیشون بنا بوده که قرار بوده دوباره اون راهو ببنده. اول پسر تولیت اونجا هم بوده که پای نردون میشکنه، اون میاد بالا میترسه و بقیه خلاصه میرن. من با همون بنا رفتم، خودم نشستم خونهشون، رفتم صحبت. گفت این پیکرهای مطهر توی تابوتایی بود، میگفت چیده بودن رو هم. گفتم بالا دفن نشده بودن، یعنی رو تابوت بود، تو تابوت بودن. بعد گفت این تابوتای بالا رو ما نگاه کردیم، دیدیم از بالا دراش بازه. میگه 2-3 تا از اونها رو آوردیم پایین، فانوس برده بودیم. میگه خدای مرعشی پایین نیومد. گفت از ما خواست اگه چیزی اونجا میبینید به من بگید، چیزی نوشته‌ای. میگه من یه نوشته دیدم. بهم گفت چی مینوشته؟ گفتم من سواد ندارم. میگه من فانوس انداختم، این رفیقم فانوس انداختم. میگه من اون چیزی رو که دیدم ننوشتم، کشیدم. چون سواد نداشتم دیگه، اینو کشیدم براشون بردم بالا. بعد میگه این تابوت‌ها رو ما باز کردیم. میگفت وقتی باز کردیم ناخودآگاه ما 3 نفر بالا سرشون شروع کردیم آرام صحبت کردن، چون این حس اون دست خوابن. انقدر سالم بودن این پیکرهای مطهر. خب این مراسم همین قالیشویانی که هست میرن اونجا هر سال، دیدید دیگه، خیلی هم مراسم جالبیه. با چوب بلند میشن میرن حداقل 1200 سال. بعد از 1200 سال اینا سالم تو تابوت. آدمایی که دیدن زندن. نه من رفتم ازشون فیلم گرفتم. بعد اینجوری که گفت خیلی اینجا اومدن از ما، صدا سیما خیلی اومده فیلم گرفته، اینا حکایت هموناست. یعنی میگیرید و پخش نمی‌کنید. بعد محضر شما میگه اینا میان بیرون، بعد اونجا در اونجا رو میبندن دیگه. چی داشتم میگفتم؟ این مراسم قالیشویان که اینا دارن، این اتفاقی که مردم کاشان با خبر میشه این کارو کردن، اینا با چوب و چماق بلند میشن میرن اونجا کمک و میبینن کار از کار گذشته، اونا فرار کردن، پیکر مطهر رو میارن دفن میکنن. یعنی همون موقع هم دستگاه خلافت توی کشوری که اکثریت سنی بودن جرأت نداشته مستقیم برخورد بکنه. یه کنجی بعد یه جای گیر مینداختن و با یه نقشه‌ای با یه برنامه. بعد از ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیگه جرأت نمیکنن هیچ امام ما رو با ضرب و جرح به شهادت برسونن. نمیتونن. 60,000 نفر اومدن جلوی امام رضا رو گرفتن تو نیشابور که آقا یه حدیث بگو ما بنویسیم. چه حدیثی فرمود؟ امامت رو علنی کرده امام رضا. میدونید دیگه
تا قبل امام رضا آقا موسی بن جعفر اشاره میکنه میره زندان. موسی بن جعفر رسما با هارون الرشید یک مناظره‌ای داره. هارون برگشت به آقا موسی بن جعفر میگفت چیه توی میگی یبن رسول الله، به شما میگن یبن رسول الله، شما پسرای علید، علی هم پسر ابو طالب، ابو طالب عموی پیغمبر، ما هم پسرای عباسیم، عباس هم عموی پیغمبر، هر نسبتی تو با پیغمبر داری ما هم داری. همینجوری تو جمع همینو گفت. آقا موسی بن جعفر پاسخ داد شما اگه پیغمبر به فرض مثاله بیاد خواستگاری دخترت بهش میدی؟ گفت معلومه باعث افتخار منه. آقا فرمان من نمیتونم بدم، محرم دختر منه. اینجا بنده معتقدم ایشون معنای سید بودن رو میگذاره. متوجه شدید؟ یعنی سید بودن این است که شما ببینید اگر دختر است میتونه با پیامبر ازدواج کند، محرمش هست، این محرمش رو سیده، اگه نباشه نیست. و کسی مادرش هم سیده. علم هم همینو میگه، 23 کروموزوم این 23 کروموزوم مادر مهمه. قرآن هم همینو میگه. قرآن میگه، روایت هم همینو میگه. بفرمایید شما امام حسن امام حسین با چه نسبتی به پیامبر میرسن؟ حضرت زهرا واسه دختر. فرزندان حضرت زهرا سیدن. دقیقاً اون سید اصلی که گفته میشه فرزندان حضرت زهران، فرزندان امیرالمؤمنین. ما اونا بزرگ میدونیم، اصلا بنی هاشم میگن سید دیگه، میدونید خب. اما اون سیادتی که مد نظر حضرت ابراهیم در تورات به او وعده داده شده به واسطه حضرت زهراست. حالا حضرت زهرا فقط یک شوهر داره، امیرالمؤمنین، اما امیرالمؤمنین همسران دیگری دارد. یعنی ما یه سیادت عرفی لحاظ بکنیم، یه بحثه سیادتی که بگیم که و خداوند وعده داده هست که اولاد توی ابراهیم کثیر شوند، در مورد کی صادر شده؟ انا اعطینا کل کوثر، و از زهراست. موسی بن جعفر اینطور جوابشون رو داد. و یا در مورد حضرت، یه مثال دیگه حضرت میذارن در مورد حضرت عیسی که میگه خدا چرا میگه عیسی از نسل اسحاقه، پدرش اسحاقه؟ عیسی که پدر نداشته که، جز اینه که از طریق مادر رسیده. بعد جواب داده حضرت ها، یعنی قرآنی همه چی. فرمود حالا این فدک شما چقدر ما بیام حساب بکنیم؟ ما بگید خشکی حساب کنیم چقدر بوده بالاخره ما پس بدیم. حضرت فرمود فدک از ماوراءالنهر بالای جیهون تا نمیدونم کجای مصر آفریقا. یعنی چی؟ کل خلافتت فدک، تو قاسبی، اون حق ماست. رسما حضرت امامت اینجوری میرن تو زندان. آقا علی ابن موسی رضا اینا رسانه‌ای کرد، از فرصت پیش آمده ولیعهدی رو پذیرفت، اما عواقب شراکت با مأمون رو نپذیرفت. خیلی استادانه بوده، یعنی واقعا سیاستمدار بودن. از این فرصت استفاده کرد برای انتقال تشیع به یک جغرافیای جدید تشنه حق طلب متمدن، ایران. از این فرصت استفاده کرد و این موج اتفاق افتاد. کار به جای میرسه. من عرض کردم شما مثلا ببینید امام سوم پیراهنش رو تکه تکه میکنن، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، 4 تا امام برداریم. امام بعدی هم پیراهنش تیکه تیکه میشه، اما چی؟ از سر ارادت. یا اون پیراهنی که بخشید به دعبل، دزدیدنش پیراهن رو. اومد گفت من راضی نیستم شرعن پیراهن، امام بهش پول داد و من پول نمیخوام، همون پیراهن که تنه تر میخوام. دعبل گفت. حضرت رفت تو اتاق بغلی، پیراهن عوض کرد، پیراهن که تنش بود داد بهش، پول هم داد. آقا خبر پیچید، اینا اومد سمت ری، حالا میگن قوم اومده، ری اومده، همین مناطق بوده. تو پیچید که آقا میدونید دعبل داره با چی میاد؟ با پیراهن علی ابن موسی رضا.
دو تا جوونه اونجا هم الکی پیرهن رو کندن. اومد وایستاد گریه زاری، من راضی نیستم. نباش به جهنم، نمیدیم اینو. گفت باش اینجوری نمیشه، یه معامله میکنیم با هم، بشیم سر مذاکره. نشستن مذاکره کردن. چی؟ باشه یه بخشی از اون پیرهن مال شما، بخش مال من. خدا حالا شد، رفتن پیرهن رو آوردن. اونجا که تو ذهنمه یه آستینش رو جدا کرد برای خودش، نگهش بقیه پیرهن داد، یا برعکس، که این برعکسه بیشتر تو ذهنمه. حالا باید نگاه کنید این بخش. بعد همونو مردم اومدن نخ میبردن، انقدر نخ که بدید ما هم اینو تبرک داشته باشیم. از این بخش هزاران دینار به چیز رسید، به دیبل رسید. یعنی همون نخ رو برنشتن 1 دینار پول میدادن. ارادت یا اینجوری شد. یعنی حق اهل بیت رو میفهمیدن، حق اهل بیت رو میشناختن، تشنه این عدالت، تشنه این علم، تشنه این مقابله با نجات پرستی، خسته بودن از حکام ظالم و جائر. خود تاریخ گذشته ایران هم متاسفانه در زمان ساسانیان درگیر ظلم شدید به مردمه، به طبقات پایین دسته. اصلا مردم دهقانان به اینا میگفتن، 3 طبقه بود دیگه. دهقانان اصلا حق تحصیل نداشتن. یک کفاشی بود گفت من کل خرج پوتینای به قول چکمه‌های سپاهتون من میدم، تا جایی که بتونم مثلا میدم، بذار پسر منم درس بخونه. حق تحصیل نداشتن. حالا اینه یه شیرینی تو خلفا تو ذهنشون مونده از خلیفه 4 مسلمونا، علی ابن ابی طالب، که حق طلبه. از امام حسینی که دامادشونه. و وقتی خود در عیون اخبار رضا داریم، امام رضا وقتی وارد شدن پرسید که این ایرانی‌ها، یه هزاران اعرابی بود که تو ایران ساکن شد، این ایرانی‌ها میگن شما فامیلن با شما، این راسته؟ حضرت فرمود بله. که ماجرای دختر یزدگرد و حضرت تایید می‌فرمان. با افتخار پذیرفتن. تشنه بودن ایرانی، تشنه بودن. و آقا علی ابن موسی رضا آمدن عین هجرت پیامبر از مکه به مدینه. اون هجرت هم به ظلم بود دیگه، رسما خواستن که پیامبر رو شهادت برسونن. وقتی آمدن بنیان نهادن. این جغرافیای جدید آماده، تشنه برای پذیرش فرهنگ اهل بیت. بعد اونه که دیگه بقیه امامزاده ها میان، حضرت معصوم سفر میکنن، حضرت شاه چراغ علیه السلام، احمد ابن موسی سفر میکنن، همینطور میان و ایران سرشار و لبریز و سرریز از فرهنگ اهل بیت میشه. و خدا رحمت کنه شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسپ. این دوتا واقعا قابلیت دفاع دارن. حالا شاه عباس این اواخر عمرش قراقاتی کرد و قابلیت دفاع نیست، اما این دوتا قابلیت دفاع دارن. آدمای متدینی بودن. شاه طهماسپ بهش گفتن که بعضی وقتا میرن انگورا رو باش مشروب درست میکنن و شراب و نمیدونم چیه، دستور داد کلا کشت انگور ممنوع شد تو آذربایجان. اصلا هیچ کی حق نداره بکنه. اینجوری یعنی تو یه جای تندم بودن حتی. این سرزمین اتفاق میفته. مثلا حضور امام رضا در ایران استراتژیک و راهبردی. تثبیت شد، یه سنگر شد امام رضا. و امام رضا که با بقیه یه فرقی داره. همه اماما کلهم نور واحد، اما امام رضا یه فرقی داره، اونو باید عرض کنم و عرضم تمام. این که ما خیلی وقتا مشمول رحمت خدا میشیم اما نمیفهم. یه بچه خوابه، شب مادرش میاد میبینه پتوش زده کنار، میکشه روش. بچه هم تو خواب هیچ وقت نمیفهمه که همچین خیر و رحمتی بهش رسیده. اگر از سرما بیدار میشد اون موقع میفهمید، اما اصلا نفهمیده، تو خواب بوده. اکثریت رحمی که خدا به ما داره میکنه از این جنس.
اصلا نمیفهمیم چه خطری از سرمون گذشته، نمیفهمیم اون ازدواجه چرا سر نگرفت، نمیفهمیم اون بچه چرا نیومد، نمیفهمیم چرا اون آدم مرد، نمیفهمیم چرا اون تصادفه اینجوری شد، نمیفهمیم. همه اینا اصلا از خدا جز خیر و برکت صادر نمیشه. و ارحم الراحمینه. عذابش هم رحمت ها، عذابش هم. برای همین تو سوره الرحمن فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدوم نعمت پروردگارتون داره تکذیب میکنید؟ بعد داره در مورد چی صحبت میکنه؟ آیات جهنم. عذاب داره صحبت میکنه که کدوم نعمت پروردگارتون تکذیب میکنه. یه بچه رو میبری واکسن میزنی، دردش میگیره، 2 روز تب میکنه، عذاب بهش دادی یا نه؟ دادی. از خودم بچه‌م بپرسی میگه من نمیدونم ننه بابای من چرا این کارو بهم کردن. بچه‌س نمیفهمه. خودش که بزرگ شد، عاقل شد، همین کارو با بچه‌ش میکنه. جوابش هم چیه؟ بابا جان بزرگ شدی میفهمی. درسته؟ ما بزرگ شدیم میفهمیم. اون موقع که حتی اتاک الیقین، وقتی مردیم ای داده بیداد، عجب اشتباه میگه. بعضی خب همین دنیا بزرگ میشن، همین دنیا به یقین میرسن، خوشا به سعادتش. این رحمت بعضی موقع به اون میچشونه. مامان بابا بله تشنمه، خواب بچه مثلا بلنش تشنمه، برام یه لیوان آب میاری؟ مثلا بچه‌ها کوچیک‌ترن بیشتر این دستورا میدن، میدوی براش، میگین الان شهر نشه، الان شهر درست نکن، نصف شبیه همسایه‌ها رو زابرا نکنه، میری یه لیوان آب برمی‌داری بهش میدی. این هم رحمته، هم یه چیز دیگه است. باشه با من چون فامیلم رایفی پوره عرض کنم، این رأفته. یعنی محبتی که به طرف میچشونی، انگار طرفو بیدارش کنی، ببین داشت یخ میزدی یا لاف، انگار اینه. امام رضا امام رؤوفه، یعنی اون بخشی از رحمت که هست در جای خودش، رأفتش هم تو همین دنیا بهت میچشونه. اگر به مشکلاتی خوردید اخروی سر جای خود، اصلا مشکلات دنیوی خوردید، یه سفر باشید برید زیارت. نشد، امکانش نبود، از راه دور واقعا حس زیارت بگید، غسل کنید، وضو بگیرید، از راه دور زیارتنامه رو بخونید، تصور کنید جلوی اینجا نشه، خب بالا سر بیست اینو بخون، بگو من الان بالا سر حضرت وایستادم دارم اینو میخونم. الان که به واسطه این نعمت اینترنت زیارت مجازی هم حتی فراهم میزنی اینترنتی، چه ایراد داره؟ اصلش که بری، نشد به تو از دور سلام. اینو بخونید، بعد نماز زیارتشون هم بخونید، ببینید معجزه میکنی یا نه. اصلا حالتون کن فیکون میشه. ویژگی آقا علی ابن موسی رضا رأفتشونه، میچشونه اون محبتشون. مواردی بوده مشکلات جدی در کشور اتفاق افتاده. میدونی که یکی از همین دلایلی که این صلوات خاصه امام رضا رسانه‌ای شد همین بوده ها، که از فلسفه‌های پشتش هم. یک کشور به مشکل میخورد، دست نیاز به سمت امام رضا علیه السلام دراز میشد. این شیخ بهایی وقتی داشت معماری اونجا رو تکمیل میکرد، یک دعایی چی اینجا قرار داده بود تو سقف که جز شیعیان 12 امامی نتونن وارد شن. بعد اینو کار گذاشت، شب آقا علی ابن موسی رضا آمد به خوابش که برای چی این کار کردی؟ من میخوام اینجا هر کسی هر جایی شکست دلش گرفت یه ملجایی داشته باشه. بلند شه بیاد اینجا. شما الان حرم امیرالمومنین برید، شاهین 6 امامی میبینید، شاهین 4 امامی میبینید. اما حرم امام رضا اگه شیعه دید حتما 12 امامی. امام رضا گره خورده است با امام زمان جل الله تعالی فرجه بشه. این شیعه امامی یا 4 امامی خیلی من دلم بالش میسوزه. از امام صادق پرسیدن اینا مؤمنن؟ حضرت فرمود خیر، مسلمن، مسلمون هستن، حکم مسلمان.
اما مؤمن فقط کسی که امام زمان وقتش رو ایمان داره باشه. برای این آیات مؤمنون یؤمنون به اینا میخوره، نه به اونا. قرآن میفرماد نگید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم. قولوا اسلمنا، نگید آمنا. دروغه. یهودیای مشهد هست تاریخ نقل کرده که اینا هم میرفتن حرم امام رضا. بعد ترسشون که همکیشای خودشون نفهمن قایمکی میرفتن. آدم جایی میره که از اونجا چی گرفته؟ نتیجه گرفته. در خونه که باز نشه که نمیزنی که. این خونه معلومه صاحبش کجاست، رفته خارج 40 سال قفله. میری در خونه‌ای که میدونی باز میشه. تو نباید میرفتی، میگه ویلش کن، من باید میرفتم، با حوصله بحث با تو ندارم. اینجا من جواب گرفتم. همون حکایتی که ارمنیای خودم با حضرت عباس دارم. برای چی باید جزء ائمه هم نیست، آقا من نمیدونم کیه، جواب گرفتم. هر که و هر چه هست که تو میگی، من جواب گرفتم. و اینم بدونید این که ای بسا آنچه که در مورد یاران خراسانی و اینها گفته میشه، این خراسانی علاوه بر اون جغرافیای خراسان اشاره امام رضا پاشو نمیگذاشتن در اون منطقه، اصلا مشهدی وجود داشت ها؟ کلامون هم میافتاد ما نمیرفتیم اونجا. تعارف نداری؟ اصلا مشهدی وجود نداشت. یا بود یه شهر کوچیک قریه‌ای، هیچ کاری نداشت. اینجا نزج و ریشه گرفت، حوزه ها اونجا شکل گرفت، بست پیدا کرد، مذهب تشیع پخته شد، تضارب عقاید شکل گرفت، پاسخها داده شد. اینا ما همه رو مدیون امام رضا علیه السلام. من اینم بهتون بگم این آخر بحثم که ببین این مردم، وقتی من دارم میگم ایران، منظورم همین ایرانه که داخل این نقش گربه نیست. من جغرافیای تأثیر ایرانه میگم، یعنی افغانستان، یعنی تاجیکستان، یعنی 1,500,000 پرسیونی که توی ازبکستانن و سالها پیش کوچ کردن رفتن اونجا، فارسی حرف میزنن، عاشق اهل بیتن، مورد تحقیرن اونجا شدید هستن. پرسیون فوشه اونجا، یعنی فارسی اونجا فوشه. و اخیراً که بعد از مرگ اون رئیس جمهورشون خود آزادی مذهبی اجازه دادن بلند میشن میان ایران، خیلی من حرم امام رضا موقع برگشتن سوغاتی این خیلی عجیبه، خاک ایران میبرن. خاک از ایران دارم، اینجا ایرانه، یعنی مقدسه. میان حرم امام رضا اونجا خاک برمیدارن. جغرافیای ایران منظورم. بله خاصتا این کشور که امروز سنگره، یعنی شک نکنید. تمام مشکلاتم میدونم، بیشتر از شما میدونم، یقین داشته باشید. خب اما در مورد آینده به شما بگم، ورق رو خواهند برگردون انشاءالله، شک نکنید. با میس میبینید و معادلات جهانی به سمتی میره که به اراده خودمون، فقط اون نیست، جبرگرایانه نگاه نکنید، به سمتی میره که کشورمون روز به روز قدرتمندتر و با شکوه‌تر خواهد شد. من همینجور حرف نمیزنم دیگه، یه چیزی حساب کتاب میگم، فردا 10 سال بعد میان 20 سال با سخنی منو گوش میکنن دیگه، داره ثبت و ضبط میشه. از همینا مهمتر تو پیشگاه الهی داره ثبت و ضبط میشه. این دوربینا رو ولش کن، دوربینای خدا داره میگیره. من این رو با یقین دارم خدمت شما عرض می‌کنم. من تحلیل اقتصادی دارم، تحلیل سیاسی دارم، تحلیل فرهنگی اجتماعی دارم، روندهای جهانی رو دارم نگاه میکنم. و خود شما ببین اتفاقات کلان دنیا رو نگاه بکنید، همه به نفع ایرانه. دقت کنید، از جنگ روسیه و اوکراین بگیری تا همینا به نفع.
بله قبول دارم که اینها باید سرریز بشه تو داخل، سرریز بشه سر سفره مردم. اما خب یه خورده اینجور مسائلی خورده زمان بره دیگه. فراموش نکن ما تقریبا یه 8 سال دفاع مقدسی گذروندیم. دوره قبل 8 سال رسما دفاع مقدس داشتیم. بلایی سر اقتصاد اومد، یعنی صد رحمت به صدام. خب من هر کی هر جا خواست بیام با عدد و رقم و با علم اقتصاد بهش اثبات میکنم که چه کارها با کشور ما صورت گرفت. عجیب غریب اصلا تو هر ساحتی که شما بگید، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیست، یوز پلنگا، نمیدونم به جان خود. مؤسسه رویان تماس میگرفت با دولت، میگفت آقا ما ته علم دنیاییم تو ژنتیک، ما یوز ایرانی رو احیا میکنیم. گفتم برید دنبال بازیتون. سرخورده شده بودن این دانشمندای ما. گفتن آقا دیدی که اینا مثلا بز الان درست کردن بدون پدر مادر، از گوش یه بز سلول گرفتن، سلول بنیادینشو پیدا کردن و اونو تکثیر کردن، کلونینگ انجام دادن، یه بز تحویل دادن، اسمش گذاشتن رویانا. چند سال پیش بود. یه روز من برایش گفتم شما فقط گوسفند بلدید درست کنید، اونها دیگه هم هست تا واجب اینا مثل این یوز که شده نمادی شده. واقعا کجای کاری، بیا نگاه کن. بالای 40-50 جلسه رفته بودن اینا، دلشون میسوخن. عجیب غریب، باور نکردنی. چه این 8 سال دفاع مقدس، من ما 2 تا 8 سال دفاع مقدس داشتیم، یکی با صدام، یکی با صدام. خب این سخت زمان بره. من خودم جزو منتقدین همین دولتم هستم، منتقدین همین مجلس هم هستم دیگه، حتما اخبارشو شنیدید دیگه. خب اما اون چه که داره اتفاق میفته توی کلان داده ها، توی اتفاقات مهم، اتفاقات مثبتی. منم معتقدم، میگم سریعتر، من یه بابایی بعد برسه سفره مردم، یه بابایی پولداره، یکی از ثروتمنده. ببین پولدارونی که ماهی 200 میلیون درآمد داره، 200 میلیون خرج میکنه، این ماهی داره، یه ماه هم کار نکنه به گشنگی میفته. ها ثروتمند اونی که صدها هکتار زمین داره، با موتورگازی مرمن میره. حالت درست کدومه؟ ثروتمند پولدار. حالا از اون 100 هکتاری داداش 200 مترشو بفروش مثل آدم زندگی کن. ایران ثروتمنده، مردم منتها باید پولداریش هم بکشه. این دیگه علم اقتصاد، باید کار علمی و دقیق انجام بده که الحمدلله داره اتفاقات خوبی داره میفته. ببینیم واقعا چاله های خیلی عجیب غریبی پر شده. من فقط در حوزه انبارها که عددش محرمانه است نمیتونم خدمتتون بگم که نمیشه گفت. مثلا سیلوهای ما در مورد گندم، در مورد ذرت، کنجاله، نمیدونم سویا، چه اینها، نه تنها صفر تحویل داده شد، منفی تحویل داده شد. منفی دیگه یعنی چی؟ میشه توی هیچ چی نباشه، میشه صفر. پیش فروش شده، پولشو گرفته بودن نبود. یعنی همونجوری که مغول حمله کرده، به خدای مغول این کارا رو میکنه. مغول دیگه منفی نمیتونست بکنه، تاش میذاشت فاتحه‌شو میذاشت میخون صفر. اینا تو منفی کنن. چنگیز تو گور لرزید. آقا چیکار کردیم؟ من رکورددار بودم، گینس ثبت شده بودم. آقا این چه وضعشه؟ 2 تا هم میذاشته آمار به نفع ما بمونه. من نه پسرخاله اینام نه پسرخاله اونام، به من چه ربطی داره؟ اونجوری میبینم باید بگم. از قضا انقدرم میفهمم که برای چیزی میگه 4 نفر دشمن خودت کنی. بیا از امام رضا بگو برو. مردم هم گریه میکنن، عشق میکنن، ثوابم داره. من از امام رضا یاد گرفتم حقو بگم. والله از امیرالمومنین ما مکتب امیرالمومنین گفت حقو بگو، ولو به ضررت باشه، نه مر تلخ بشه، زهر مار باشه، بگو. و این امید رو من به شما میدم و انشالله به چشم خواهد دید این روندها روند انشالله رو به ظهوره. انشالله. خب
انشالله خداوند رحم کنه به ما مردم و رأفت کنه به ما مردم. ما در دوران عمر خودمون ظهور موفور و سرور حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه الشریف رو انشالله به چشم سرمون ببینیم انشالله. خداوند همه ما رو از مسببین اصلی آدم عادی ها نه، مسببین اصلی و خیر و اثرگذار در ظهور حضرت ولی است قرار بده. خدا انشالله نسل همه ما رو از خادمان و افرادی که معروفن در خدمت به اهل بیت قرار بده انشالله. و انشالله دست این مردم حق طلب ایران رو، مردم حق طلبی هستند، کی جرأت میکنه جز مجلس اسرائیل وایسته؟ به دستان مبارک حضرت ولی است برای بیعت با ایشون برسون و این دستان رو جز درگاه خدا و آستان قدسی اهل بیت جلوی هیچ کس و ناکسی دراز نکنه. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.